زکا بدم آپارتمان بخرم. این سوالیه که توی دایرکت، تو بازدید حضوری، تو تماس مدام از من سوال میشه. یک بار برای همیشه. ببینید شما اگر مصرف کننده این، باید به شما بگم ملک خرید آپارتمان سقف بالای سرتون از نون شبم برای شما واجب تر است. ملک برای شما کالای سرمایه نیست، نیاز اولیه‌تونه، مثل ماشین زیر پاتون، مثل تلفن تو دستتون، مثل خیلی از نیازهای دیگه‌تون. در مورد سرمایه‌گذارا اینو من ببینید سواد بازارهای مالی رو ندارم، تجربه آنچنانی هم در موردش ندارم. مثل همه شما منم طلا خریدم، نیاز داشتم تبدیل کردم، کاری داشتم باش انجام دادم، خریدم فروختم دیگه، مثل همه شماها. ولی در مورد رابطش با ملک، اینو من تو این 12 13 ساله از بزرگترین سرمایه‌گذارهای ملکی توی همین منطقه یک اینو من متوجه شدم. بهم نگفتن و خودم متوجه شدم. اینا حجم طلاهاشون به یه اندازه‌ای که میرسه میان تبدیلش میکنن به ملک. ملک رو اجارهش میدن، از مبدأ اجاره اونجا، از درآمد اجاره اون آپارتمان دوباره طلا میخرن و این چرخه رفته و رفته ادامه پیدا میکنه. یا میشه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا آپارتمان. هدف نهاییشون از این کار چیه؟ هدفشون اینه که از این چرخه برسن به ساخت و تولید، نه که بخواد بره مشارکت کنه، نه، دنبال اینه از این چرخه برسه به اینکه زمین بخره تو همون لوکیشنی که نظر خودشه، بره زمین بخره، آپارتمان تولید کنه و باز اجاره بده. و قدم بعدیش چیه؟ از این اجاره دادن، تو این چرخه اجاره دادن به اینجا برسه که دیگه نیازی نباشه این وسط طلا اضافه کنه، با همون اجاره دادن املاک مختلف بتونه دوباره هی تولید کنه و تولید کنه و هی تولید کنه. نمیدونم نهایت میخوان کجا رو بگیرن، ولی خب این تجربه‌ایه که من تو این چند سال کسب کردم. گفتم خالی از لطف نیست، در اختیارتون قرار بدم. خیلی مخلصیم.